ویژگی‌های یک زن مسلمان. زنان نیمی از جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند و به عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر ایفای نقش می‌نمایند و برای اینکه یک زن بتواند نقش خود را به بهترین نحو در جامعه ایفا کند، لازم و ضروری است که به رفتارهای زیبا و خوب آراسته گردد و این زمانی به نحو احسن عملی می‌گردد که به شخصیت‌های مورد تایید قرآن و سنت امثال مریم، آسیه، خدیجه، فاطمه و عایشه رضی الله عنهن اجمعین و سایر زنان نیکوکار تأسی جوید و از آنان الگو بگیرد. داشتن الگوهای خوب به انسان کمک می‌کند تا به خصلت‌ها و رفتارهای زیبای انسان‌های بزرگ آراسته گردد. یکی از خصلت‌های خوب یک زن مسلمان رعایت تقوای الهی در انجام فرائض دینی و ادای حق والدین، فرزندان و شوهر میباشد. صبر یکی دیگر از ویژگی‌های یک زن مسلمان است. وی بر انجام عبادت و بندگی الله متعال صبور و بردبار است. از معصیت‌ها خودداری می‌کند و در مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها راه صبر و تحمل را در پیش می‌گیرد. فداکاری خصوصیت برجسته دیگر یک زن مسلمان است. او خواب و استراحت خود را فدای همسر و فرزندانش می نماید، بلکه چه بسا مال و ثروت خود را جهت خوشنودی و رضایت الله متعال به پای زندگی و آبادانی خانواده‌اش می ریزد. همت بلند یک زن مسلمان را به اوج می رساند. اگر فعالیت‌های یک زن را در خانه با کارهای مرد مقایسه کنیم و بسنجیم، کارهای زن از ارزش بالاتری برخوردارند، چرا که آرامش، پرداختن به امور خانه، آماده کردن غذا، رسیدگی به فرزندان و اموری از این قبیل همگی از وظایف یک زن به شمار می روند. حیا یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که زینت بخش زندگی یک زن مؤمن است. یک زن خوب به شوهرش در جهت طاعت و بندگی الله متعال کمک می نماید و از او در چارچوب شریعت الهی اطاعت و پیروی می نماید تا این گونه ثبات و آرامش خانواده حفظ گردد. نگاه زن مسلمان فقط به شوهرش است و هیچ گونه چشم داشتی به مردان دیگر ندارد. الله متعال در مورد زنان بهشتی می فرماید: نگاه آنان فقط به شوهرانشان است و تنها به آنان چشم دوختند. او آبرو، شرف و اموال شوهرش را حفظ می نماید. الله متعال می فرماید: الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنان صالح زنانی هستند که متواضع‌اند و در غیاب همسر خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که الله متعال برای آنان قرار داده حفظ می کنند. زیرکی و تیزهوشی یک زن مسلمان در این است که نسبت به توطئه‌هایی که برای دور ساختن وی از دین او را احاطه کرده‌اند آگاهی و شناخت کافی دارد. زیرا دشمنان اسلام به خوبی می‌دانند که اگر زن خودش را در حصار عفت و پاکدامنی و خصلت‌های نیکو و پسندیده قرار دهد، تبدیل به یکی از بزرگترین عوامل قدرت در جهان اسلام می‌گردد. به همین خاطر با تیرهای غدر و خیانت و فساد او را احاطه کرده و هدف قرار دادند. باید دانست که آگاهی زن مسلمان باعث خنثی شدن توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمنان امت می‌گردد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر زن مسلمان نمازهای پنجگانه‌اش را بخواند، ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، عفت و پاک دامنی خود را حفظ کند و از شوهرش اطاعت و پیروی نماید، به او میگویند از هر کدام از دروازه‌های بهشت که دوست داری وارد آن شو.